برای شما پیشنهاد میکنم مهاجرانی که در فدراسیون روسیه ما رو میبینید، اولتر من خدا کنه که با پای شما خار نخلد و شما سلامت و بردم و سرپل به نزد فرزندانتون برگردید. ولی خدای نکرده اگر شما از بیماری ستون مهره، گریژا، استراخاندروز و عموما هر بیماری که به میان ربط دارد اذیت میکشید، حتما مراجعت کنید به دکتر بختیار که در نزد بازار صدوات شهر مسکو یک مرکز طبابتی هجامه کشاده است که شما در اکران معلومات بیشتر از مرکز طبابتی هجامه خواهید دید. و همزمان ما بازم شرح بیشتر از مرکز طبابتی هجامه در جای اپیسان، یعنی در جای شرح بیشتر میگذاریم و باور داریم که شما با رفتن به نزد دکتر بختیار پشیمان نخواهید شد. همزمان با همین شما میرسونیم که در اکران میبینید و در جای اپیسانی دکتر بختیار از رفت طبابت خودش ویدیو گزارش ها برای شما پیشنهاد میکند. من خودم شخصا چند از این ویدیو گزارش ها را دیدم، بسیار مفصل آنجا برای شما اطلاع میدهد که کدام نمود بیماری رو چگونه طبابت میکنند. خواهش میکنم به همین صفحه برادر بختیار هم آبونه شید و هم ویدیوهاش پیگیری کنید و برای دیگران پیشنهاد کنید. روشن بعضیش موهای سرشون پس میکنن. در سوره فتح همه چیز مفصل اومدگی ای. حضرت وقتی که خوبش سحر برای صحابه ها نقل کرد چنان مشتاق و پزمان خونه خدا بدن. این خونه خدا همچه خونه خدا در میان عرب شناخته میشه. چنان یک محبت داشتن. البته محبت چون محبت جاهلی بود. البته علاقه طریقه هم طواف گم کرده بودن. حتی بدبختو در زمان جاهلیت زنها و مردها لیچی برهنه در گردش طواف میکردیان. در درون خونه خدا زیاده ای 300 بت گذاشته بودن. هر قبیله بتی خوسه خچه در همونجا برده مونده بود، همه به طور عبادت میکردن. اما میدونستن که همین خونه خدا است. خونه خدا بودنش احترام میکردن. حج میرفتیان. همین موسم حج در همون زمان جاهلیت هم می اومدن عرب ها از گرد اطراف خونه خدا را طواف میکردن. یک زمان یمن در دست حبشی ها افتید. شخص با نام ابرهة الاشرم حاکم یمن شد از جانب نجاشی، از جانب امپراتور افیوپیا. همین آدم وقت دید که عرب ها هر سال هم گروه و فوج قبیله زیارت خونه خدا می روند. یعنی در دلش فتنه غلطید. گفت این قپولا میره، مقصد صرف میکنن، خراجات میکنن، همونجا میروند. یک خونه‌ای همین سنگی به دست آخی، یک کلیسای فسان کنم، دعوت کنم، همینجا بیاد دیگه اون را فراموش میکنن. در شهر صنعا پایتخت یمن یک کلیسای بسیار با دبدبه و با شکوه دیده خطای طلا خطی با می نویسن، جان زیاد میکنن، صورت های زیاد کشیدگی. گفت مردم که عرب ها کجا میره؟ خونه کعبه و اینا خونه خدا از اون پاکیزه تر تازه تر، نعوذ بالله، بیای همینجا عبادت کنه. همین خیلی میگه تعصب بلند بود که یک نفر از بنی کنانه حتی میگه یک شب اومد در همون کلیسا در یک گوشش رید، نجاست کرد. در بعضی روایات اومده است که علاو زد، درش داد، سوخت است. همون چی؟ همین واقعیه که این بدبخت ابرهه لشکر کشید و برای خراب کردن مکه رفت کو که خدای تعالی مجازاتش کرد. اون سوره فیل میخونیم. همین سببش همین شید. یکی علتهای خیزوندنش همین شید. یعنی که مردم تعصب داشتن، خونه خدا را زیارت میکردن پیشکیرم. اما از زمانی که هجرت کردن اومدن، آخه این بیچاره مهاجرایی که در اطراف خونه خدا زندگی میکردن، اونس گرفته بودن به خونه خدا، همه محروم. مردم مدینه منوره را میرفتن هر سال زیارت. وقتی که حضرت گفت که خداوند بشارتم داده است که خونه خدا را زیارت میکنی، دیگه همین سخت قپیدن. یا رسول الله تو را به خدا قسم بیاوریم، بشارت خداوند حق است. اما خداوند نگفته است که همین سال میره شما مقصد که خونه خدا را زیارت میکنی. بشارت شد داد پیشکی که البته شما خونه خدا را زیارت بکنید. میگه حضرت وقت التماس التجا کردن، حضرت هم سخنشون رد نکرد. گفت که فقط یک شمشیری همراه تو بگیری، برای که ما جنگ نمیریم. این شمشیر سلاحی، یعنی هر یک مسافر، هر یک آدمی همین دل خواهی که جایی بروه، برای که یگان حیوانی درنده شاید بالات هجوم کنه، شاید یگان راهزن دزد بالات هجوم کنه. نه سپر، نه نیزه، نه جوشن، فقط هم یک شمشیری راه گرفتن. از ذوالحلیفه احرام پوشیدن. تصور کنه 1400 آدم، 1400 صحابی پیغمبر لبیک گفته همراه حضرت اومدن، عزم خونه خدا داشتن. اما خبر به قریش رسید.
дар воҳима ғалтидан гуфтанд ки муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам ҳамроҳи қушури мусулмонон омадаистад. бонги изтироб задан, чанд қабилаи дигарро ба кӯмак хостанд ва Холид ибни Валида ҳамроҳи кавалерия сарбозои савора. Холид ибни Валид як паҳлавони араб аст. фаристодан ки ту монеъ шав то лашкара муҷаҳҳаз кардану буромадани моро. ин Холид омад нигоҳ кард, дид ки охи либосшу либоси ҷангӣ нест, мардум иҳром пӯшидагиянд, лаббайка мегӯянд, ҳамиқад тозаву тамиз, ғайри ҳам як шамшери дастӣ ягон аслиҳа надоранд. аллакай дар дилаш ҳамтари шубҳаҳо пайдо шидан гирифт ки мо барои чи ёро бояд манъ кунем. ва хабар дод ки ино қасди ҷанг надоранд. дар мавзеъе бо номи Ҳудайбия омадиянд. як ови андакак дошт, як чашмаҳак доштааст ҳамон Ҳудайбия. ҳамин як шатр ки мехӯрдааст овшоа, магарам як соат ду соати дига бистан ки бо об пайдо шавам ягон тайдигаш бихӯра. беҳад хӯрд. ҳазрат саллаллоҳу алайҳи васалам амр кард, мега ҳазрати Билол дар дастҳои муборакаш оба рехт, дар ҳамун чашма дастора шушт, ай боло дастошда об рехтанд. хадрати худои таоло мега чашма чунон фавҷ зада, чунон фаввора мезад ки ҳама шатрору ҳамаи аспору ҳамаи одамо ба як бор об хӯрдан, об қатъ намешавад дига. ин аз каромоти, аз муъҷизоти пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам аст. мега дар ҳамон ҷо амр кард ки хаймаҳотуна бизанем. вақте ки намояндаи қурашиҳо омад ки ба чӣ кор омаде, гуфтанд ки мо зиёрати хонаи худо омадагем, мо умра омадагем, мо қасди мақсад бо касе моҳи ҳаҷ набудааст, умра буд. мо мақсад бо касе қасди ҷанг кардан надорем. баъда ҳазрат барои он ки итминони бештар ҳосил шава, ҳазрати Умара гуфт ки ё Умар, аспа сур шав, ҳаракат кун, назди қурашиҳо бира, хабару пайғоми моро бирасон ки мо ягон нияти ҷанг надорем, нияти ҷанг мақсад ҷидол надорем. ло рафаса вало фусуқа вало ҷидол, мо зиёрат омадагем. ҳазрати Умар гуфт ё Расулаллоҳ, ин хонасӯхтҳо ҳақиқати ман душмананд. ман пешай рафтам ба дараҷаи димоғи ёро сӯзондагиам ки ай сад ҷонум як ҷонум раҳо намеёба, аниқ мекушанам ин бадбахтҳо. беҳтараш ҳамин ҳазрати Усмонаро ки гуфт. ҳамаи хеши таборуш дар Маккаи Мукаррамаанд, ҳамаш болои вазифаву коранд. ҳамин мақсад ки бани Умайя бисёр бақувват буданд. Абу Суфён худаш раҳбари Қурайш, раҳбари Макка буда бушаба рӯзо. баъдан ҳазрат мега ҳазрати Усмон гуфт ё Усмон бара. ҳазрати Усмон мега омад, қабулш кардан. ҳақиқатан хеши таборуш зиёд будан. гирифтан овардан, пайғома ҳамаро расон. гуфтан бисёр хуб, ту сабр ку, мо машварат мекунем, баъд қарор муна иншоалло эълон мекунем. ва ҳазрати Усмон гуфтан то ӯ замона чанд қаи дилат мехоҳа тавоф ку. гуфт мо ҳошакалло, пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам, ҳабиби худоро шумо манъ кардеву мана иҷозати зиёрат метем. қасам ба худо то замони ҳазрат тавоф накунам, ман намекунам. дуромад аз ҳазрати Усмон дар назди хонаи Каъба гуфт то ҳазрат накунам, ман намекунам. шумо медонед чӣ зулм кардесте? шумо ҳабиби худоро аз хонаи худо манъ кардесте. қисса кӯтах хела машварату маслиҳату суҳбат шуд. як шахсеро фиристоданд, омад дид, боз рафт хабар дод ки воқеан ино қасди ҷанг надоранд, ино мақсад ҳамон ниятшон нияти хайру хуб аст. дар ҳамон шабу рӯзо дар Макка Урва ибни Масъуди Сақафӣ будааст. як шахсияти бисёр машҳур аст, думоди Абу Суфёнай, маъруфтарин шахси Тоиф, яъне аз қабилаи Бани Сақиф. бисёр одами машҳуру маълум дар миёни арабҳо маъруфу машҳур будааст. шоирам будааст, шамшерзану паҳлавонам буд, бисёр сарватмандам буд, бисёр эҳтиромаш мекарданд. ҳамин Урва гуфт ё Абу Суфён гуфт иҷозат метӣ? хисрша мегӯяд, иҷозат метӣ ман қатишу бирам машварат кунам. ман медонам ки шумо ба ҳамдигар кинаи дерина доред. ман гӯё ки одами бетараф, ай Бани Сақиф, мерам дар пешу шарти қайдора мемонам, қатишу суҳбат мекунам, натиҷаша меёрам. рухсат гирифт, омад мега Урва назди пайғамбар дашиш гуфт ё Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам, ҳамин фитнаву шару шуреро ки ту болои қавмат овардӣ, ягон шахсе дар таърих болои қавми худаш наовардааст. гуфт ё Урва, ман гумон кардам ту одами баақлӣ, лекин мебинам ки бисёр беақлу
بسیار متعصب هستی. من نعمت رحمتی را که برای قومم آوردم هیچ از مخلوقات خدا برای قومش آوردگی نیست. من قرآن خدا را براش آوردم، من راه هدایت را براش آوردم، من نور را براش آوردم. بعد میگه آروا قطیش گپ زده است همین در پیش شیستوده خب بعضی آدم عادت داره که یعنی یا عادت داشته است آروا ابن مسعود وقتی با مصاحب صحبت میکرده همیشه ولی بعضی هم تری عادت دارن کو تری مولای عمر نیم شوخی و نیم جدی میگفت که هم مصفدای کلوب همینجا وشو نو ندارن. برای چی؟ برای که این ملا حیدر همین کسی شبیه تری پدرخان گفته همه دیگه مورم نمونده است همه را میکنم. این آروارم همین عادتش هم خیلی به دست آخی میگه خطی حضرت گپ زده است دستش دروز میکنه که طرف ریش حضرت. مغیره ابن شعبه ایرم ثقفی ای بولای سری حضرت استودگی ای همین بدم شمشیر نه و با پشت شمشیر اوهانه ای که پولو دای در همین بندی دستش زد دستی کثافت بگه گفت از محاسن رسول الله صلی الله علیه و سلم جانش تنگی کرد. با همین عادتی بد بلای جانم تری عادت نکنی و یکی آدم هم گوش کده مقصد همین تری زدن میگیرن همین عادتی نیست. او که نخواه گوش کردن صد که بزنیش گوشت نمیگیرن. باری دیگه میگه با نفهمید همین دست شبور که ایده با سختتر زدش دیگه دست کسافت حرام از محاسن پیغمبر. بعد نگاه کرد گفت کی ای؟ گفتن مغیره ابن شعبه است. نگاه کرد گفت نوجوان مرد 3 نفر کشتی خونبه هاشون من دادم این تقوی میشه با مغیره ابن شعبه را خورزاش زد دستش گفت 3 نفر کشتی من خونبه هاشون دادم جای شکرگزاری با قطعی هم خیلی معامله میکنی. گفت او 3 نفر کشتم مشرک بدن حالی رم در لبش کنم باید سری نام بکشم شو. من ترا التماس نکردم که تو خونبه های او را بتی تو کثافت برای همه آبرو و عزت دنیای خودت کرده ای کورا. بعد آخه تو یک نجیسی اینما مشرکون نجس خداوند میگه که مشرکان نجسن تو چه خیلی دستی نجس بر ریش پیغمبر صلی الله علیه و سلم دروز میکنی؟ اما در هر دانه ریشی بیچاره تو چه خیلی دست دروز میکنی؟ دست در موضع خودت بگی. وقتی که خیلی صحبت کردن حضرت گفت که من وضو میگیرم وقتی نماز شده است. این آروا تماشا داره. وقتی میگه حضرت طهارت کرد همین اوبی که ای کونی اوریج میچکه کو نمیگذارم که در زمین مونه. این قدر محبت این قدر دوستداری بود در میان اصحاب حضرت صلی الله علیه و سلم در رو میگه یا تش میگیرم را تبرکت در سر روش میشکه. آبی که از ریشش میچکه وضو گرفته است و خلال ریش کرده است برای همون میگه نمیگذارن در زمین مونه. میگه آروا به حد متاثر شد آمد گفت یا ابو سفیان یا نصیحتت کنم من به تو بیگانه نیستم ما به تو مقصد که خیش تباری داریم مساحرت داریم خسرش به دست آفی قطعی آدم جنگ نکن. تو گفت میدونی که من دربار کسرا را دیدم پاچه های ایران دربار قیصر را دیدم به خدا قسم این خدمتی که این محبت و این مهربانی و این سرسپردگی که اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم با او دارن نه خدمتگارا و غلامای کسرا نسبت او دارن نه از قیصر همین جان بتن بگه جان میتن و خیال نکنه اونو 1400 نفر انا کمانه تو آخری هم قطره خونشو جنگ میکنه همین یک بلو کن صلح که گفت که من همین مصلحتت نمیتم یا قصد جنگ هم ندارن. بعد مقصد که وقتی که مطمئن شدن که جنگ نمیشه و جنگ کردن معنی را نداره همین وقت جورا یا آوازه شد این خانه سوخته همین شیطانا و دروغگوها و فتنگرها در همه عصر در همه جو بودن. گفتن حضرت عثمان کشتن حضرت عثمان نباشه خیمه زدگی در راحت های گفتن حضرت عثمان کشتیم که امتحان پروردگار یعنی یا شیعه و یا دروغ هم ایمان مسلمانان را یک امتحان کردن پروردگار است. همچنین یک درختی بود به نام درخت رضوان میگن او را در تاریخ به نام رضوان مشهور است. میگه وقتی که ابی سخن شید حضرت صلی الله علیه و سلم دستش دراز کرده گفت بیای بیعت کنی تا خون عثمان نگیریم نمیریم. الان در عوض خون عثمان خون میگیریم تا آخرا قطره خون جمع میکنیم. 1400 نفر با حضرت صلی الله علیه و سلم اومدن بیعت کردن.
الله اکبر. بعد حضرت بعد که همه بیعت کردن گفت انا ای دستی آسمان، دستی خچه این دستی آسمان ای گفت و بیعت کرد. ایورا اهل رضوان میگن. اهل رضوان با درجه و منزلت در اسلام بلند است که ولی میگن همین به همه باید چشم نگاه کن. به همه باید چشم نگاه کردن نمیشه. این گپای احمقانه ای. برای که در دنیا دو برگ یخیله نیست کجا برسه به دو آدم یخیله. همین فرزندایت که ای پیوند خودت چدگی است، اصل بی خودت چدگی، اگه شایتش بالا میگذاری بخوای نخوای میبینی اخیاتش محبت بیشتر داره، خدمت زیادتر میکنه، بخوای نخوای او رای دیگرش با زیادترک دوست میداری. چه برسه به مردم غیر. بوره میگه حضرت در پیشترک بری مکه در مدینه منوره انا نمازای روزی جمعه حضرت خطبه میخوان. 3 نفر از شرکت کنندگان یعنی بیعت رضوان در دهن در ایستادگی میگه جاشون نرسید. حضرت نگاه کرد گفت فلانی بخی فلانی بخی فلانی بخی ای جاشو خیزانشون. اینو را صدا کرد که بیایی بشینه. بعد گیلمند شدن. گفتن که ما بر وقتتر اومده بودیم جا گرفته بودیم یا رسول الله تو ما را خیزوندی. گفت شرم نمیداری او اهل رضوانن. اونا کسایی هستن که خداوند از اونا خوشنود و راضی است. اونا کسایی هستن که با حبیب خدا در پای مرگ حیات بیعت کردگیان. اونا حق دارن احترامشون کنی. ببینی این مقصد همین شخصایی که در بیعت رضوان شرکت کردن این خیلی درجه و منزلت دارن که هرچی الحمدلله این گپ دروغ بدست خبر اومد که نه عثمان حیات های زنده ای و سهیل ابن عمر قریشی ها فرستادن. سهیل ابن عمر این شخص یکی از اشراف قریش، واعظ قریش، خطیب قریش، شخصیتی که گپدان بود است، گپزن بود است، بسیار با فصاحت بلاغت گپ میزد. همین سهیل ابن عمر نزد حضرت فرستادن برای شرطنامه صلح بستن. میگه سهیل اومد گفت که میلش قبول ما شرطنامه میبندیم. عبارت از 4 پونکت همون شرطنامه‌ای که باید بین قریش بین مسلمان‌ها و بین مشرکان شود عبارت از 4 پونکت بود است. شروع کردن نوشتن. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت علی کاتب است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیکتاتش کرده است می نویسه. بسم الله الرحمن الرحیم. سهیل گفت چی است؟ گفت نام الله رو شروع کنیم. گفتن ما الله را با صفات رحمانی و رحیمی نمیشناسیم. نعوذ بالله. بنویس بسمک اللهم. ای زیاد نه. بسمک اللهم. حضرت علی را گفت که بنویس بسمک اللهم بسم الله الرحمن الرحیم کرد. حضرت هم دل نخواهم نویش بسمک اللهم. بعد در دوامش شرطنامه معاهده میان محمد رسول خدا صلی الله علیه و سلم و قریشی ها گرفت نگاه کرد. گفت اگر به شرطی که ما پیامبری تو را قبول می داشتیم با تو جنگ نمی کردیم، مانع تو نمیشیدیم، ما قبول نداریم. بنویس محمد ابن عبدالله. حضرت گفت که کرکا همون رسول الله صلی الله علیه و سلم کرکنه بنویس ابن عبدالله. حضرت علی همین خودش هم قریب به کفیدن اومده است. گفت نمیکنم والله. گفت رسول خدایی هم در زمین هم در آسمان نمیکنم. بگو ای بچه پس یاد نکن کرکا. بگو والله نمیکنم. قلم اگرید از زمین پرتافت. میگه حضرت گریب به دست مبارکی خودش همون رسول الله کار کرده. در بعضی روایات اومده است که ابن عبدالله نوشت ولی میگن امی. حضرت میگن با خبر بده الکی در او در ابتدا امی بود اما در وقت صلح حدیبیه الکی در بعضی روایات اومده است که خودش به دست خودش میگه ابن عبدالله را نوشت. محمد ابن عبدالله با قریش. و که شرطنامه از چی عبارت بود؟ مدت 10 سال می اومدگی قریشی ها با مسلمان ها از در جنگ منازعت نمیخیزند، بینش صلح. قسمت دیوم
هر قبیله که با قرشی ها پیمان دارن حکم همین قرشی ها را دارن. هر قبیله که با مسلمان ها پیمان دارن حکم مسلمان ها را. یعنی که چخیلی که قریش با مسلمان ها جنگ نمیکنه همچنین با قبیله هایی که با مسلمان ها پیمان صلحی داره باید جنگ نکنه. از جمله بنی خزاعه یعنی همین بند سببگاری فتح مکه میشه ولی همین سبب شد یعنی در نوبت اول ببینی یه چیزی عادیه اما این پیغمبر صلی الله علیه و سلم با وحی الهی کارو را میکرد. بند سوم هر مسلمانی که هر قرشی که اسلام قبول میکنه و بر میگرزه مدینه میروه مسلمان ها موظف هستند که دست پاش بسته بیارن در دست صاحبش بسپارند. حتی اسلام قبول کرده باشه هم بیچاره وقتی مثلا قرشی ها اسلام آورد کسی اومد باید عبیزت او را برگردونن بتن. بند چهارم هر مسلمانی که مرتد میشه و نعوذ بالله میگریزه میویم نزد قریش مکه قرشی ها موظف نیستن او را برگردونن نمیتنش. یک نظر نگاه کنی میگوی که این لعنتی همین یک شرط های نادرست بالای مسلمان ها مقصد که همین تحمیل کردن همین چیزا را که بسیار نوجوان مردانه ای را بی یک بویا که همین شرطنامه را که امضا کردی مثل زپدلا وریده همین قدر مسلمان ها را زور اومده می شرط ها. یا رسول الله بی کارا نکن. گفت من چیزی را میدونم که شما نمیدونی خاموش باشید. چیزی را میدونم که شما نمیدونید. همین حضرت عمر رنگ دیوانه شید. یا رسول الله ما برحق نیستیم. ما برحق نیستیم. برای چی ما باید این را امضا کنیم؟ گفت یا عمر فرمان اجرا کن. من چیزی را میدونم که تو نمیدونی. میگن از حضرت ابوبکر صدیق رفت. یا ابوبکر مگر ما برحق نیستیم؟ برحق نیستیم. اوه چرا ما باید یک شرطنامه ذلت ها را امضا کنیم؟ گفت یا عمر او حبیبی خدا ای اوه بر او وحی می آید خانت پر گندم چیزایی را میدونه که تو بلا را نمیفهمیم ما اطاعت کن. اگر قدرت خدا را ببین با صبر و تحمل مسلمان ها را خداوند چقدر امتحان میکنه. همین دنیا همش امتحان ای. همین کسی دعوای بندگی میکنه شاید دسترش بگیره که خداوند امتحان بالا امتحان تا بالاش آوردن میگیره میسنجش. میگه پسر همین سهیل ابن عمرو ابو جندل مسلمان شده است. پدری او زمان اولی مشرکش امر کرده است رنگ دیوانه را زنجیر پیش میکنن که همون خیلی زنجیر بندش کردگی بیچاره را در کنده ها بستگی. این درک افته است که مسلمان ها اومدن در حدیبیه با یک عذاب و مشقت های بیچاره زنجیرها را کند است همون زنگوله ها در دستش اویزان رنگ ها بقیه که بند میکنه که همون تا اومد. یک گفتن ابو جندل اومد است. سهیل ابن عمرو نگاه کرد گفت اول کاری که میکنی میرم من میکنی که از دو هولی شرطنامه را آخرش امضا کردگی نیستیم نمیتونی. گفت اگر به شرط نتین امضا نمیکنی نتین امضا نمیکنی. این را ببینید و حضرت گفت که بگیرین تسلیمش کنین. اومد پدرش مشرکه آخر یک سه چهار مشتش زد لب و دهن همه پری خون بند گرفت و کشا کده و بردیستهش. دیگه حضرت عمر این نوعدالتی را شما میدیدی حضرت که عدلش بسیار بلنده. همین تا پهلوی ابو جندل در اومده میگه که ابو جندل خدا لعنت کنه پدری مشرک. همین پدری مشرک چی و یک سگ چی اخی با خدا قسم اگر همین پدری من میشید میزدم سرش ای بدنش جدا میکردم شمشیر همین تا لغتش کده است که بزنش. اما اگر ببینه این نصیب تقدیر الهی را نزد اگر میزد همونجا شرطنامه نمیشید اخی صلح بیکار میشید. ابو جندل هم صبر کرده نزد نگرفت همون شمشیر را. وقتی که همه کارو انجام یافت حضرت گفت که اگر قربانی های اووردگی تونه بکشین سرا را بتراشین برمیگردیم. اونجا یا بندی اخیران شرطنامه بندی چهارمش همی بود که مسلمان ها امسال عمره نمیکنن برای که اگر عمره کردن آبروی قریش میریزه که سریرایی را گرفتن نتونستن. اما ای سال آینده 3 روز
حرم خالی میکنن قریش مسلمان ها بیان طوافش نکنن همین عمره را قضا کنن همین شرطنامه بده حضرت گفت مولاتون بکشه سرا را بتونه یک کس ایجوش تکون نمیخوره ای مردم بخیزی همین قدر غم مصیبت معتمن هیچ که تکون نمیخوره حضرت زیق شد اومد خیمه در اومد امی سلامه مادرمون همراه شده است در سفر گفت که مردم هم میگون که کشه مولاتون نمیکشن این حادثه را احصار میگن در شریعت یه حکم شرعی را بعد امی سلامه مادرمون گفت یا رسول الله بخی خدت بکر یکان تشگب نزن نگوشو همین ببینن که خدت کرده سی که همش میکنن حضرت خیست بسم الله گفت مولاش قربانی کرد سر فرماند و تراشید وقتی دیدن حضرت همین کارا انجام داد که دیگه همین سراسیما همه خیستن مولا را کشتن سر را تراشیدن تیار شدن ده خیسه کوته قول همون موهایی که بعضا و میخره اونا چشنه و رمزان قدیروف مردم به یک محبت ای تمامی کوکز ای تمامی روسیه جمع شدن زیارت رفتن همون موهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که در صلح حدیبیه و در عمره قضا و در حجت الوداع تراشیده آمد حضرت موی سری دراز داشت موش در بعضی روایات اومده است که در کتفش میرسید در بعضی روایات اومده است که برابری نرمی های گوشش بود حلقه شکمته اذنی موهای دراز داشت است حضرت از بای فرق میکرده است این همه موها هست اومدن که اکثری مسلمان ها خیال میکنن که یک شرطنامه بسیار ذلتبار و یک ناحقانه را در بالای گردن شبار کرده گیان خدرت خداوند متعال همین از من یک ماه نگذشته بود که یک شخص با نام ابو بصیر از مردم قریش مسلمان شد و مدینه آمد مدینه گرفت نمیشنوی پس گپ زدیستم مدینه منوره اومد ای ابو بصیر دو نفر خفاش قریشی ها روی کردن نزد حضرت که موافق شرطنامه شما مسئول هستی که همیره گردونده موده بتین حضرت فرمان داد آوردن ابو بصیر این دیگه ای ابو بصیر که مسلمانو اوخی من نزد شما اومدم نزد برادرام اومدم که حضرت گفت اکما شرطنامه را مودم که امضا کرده ما در عهد وفا میکنیم و اوفو بالعهد گفت از خداوند این العهد کان مسئولا به عهد دادت وفا کن زیرا فردا روز قیامت از همین عهد پرسیده میشه وقتی که ابو بصیر را گرفتن بستن دستاش بیچاره را بردنش در یک موضع رسیدن در راه برای استراحت فرموده بودن بگو همه اقلا پام بندی پامم که وی نکنه بندی دستام هوی کنه من قضای حاجت میرم چه خدمت توزه میکنم بعد دستاش زولانه را دستش گرفتن که پاش بستگی های این اومد شش یک نفرش شمشیری بسیار فسان داره همین غلافی گلداری خشلو ایشام وردگی دیگه اکد عجب گفت شمشیری فسان داشته ها آدم از چیزش تعریف کنی چه خیلی بود میگیره هوایی میشه ای بچه ماشین تا گب نبوده است اول هم چوپلوسا و پتخلیما پریوم شام خیلی های اول خوب تعریف میکنن بعد با حجت چونه طلب میکنن گفت بسیار شمشیری فسانی خشلو بوده ای غلاف شدید استی این فولاد هندی هست این فولاد هندی هست میدونی هیچ خیلی فولادی فسانه گفت کویا بینام اگر ممکن باشه شمشیر را دو دوش گریخ ایسش نگاه کرد اوسش نگاه کرد کشیدش ای چه گفت حقیقتا فسانی خشلو بوده است چه میبریده باشه یا چوی دیگر هم بگریف زد میده کرده با همه گردون شمشیر قطی صاحب شکی زد کلش توپ وری پرید برا ای دیگرش گریخ در پای زولانه یا که تیز دویده نمیتونه تا همین کشه کلا کفاش سر کرده هم شمشیر در دستش تو مدینه را این گریخ تو اومد پیش پیغمبر که یا محمد بدادم برست که دیوانه بکشم با این اومد شمشیر در دستش زنجیر و کشال نعره زده حضرت نگاه کرد گفت سبحان الله این مرد خدا را بین این دیوانه خدا گفت اگر ده سه رفیق دیگه داشته باشه دنیا را کلید میکنه او هم آدمی با عقل فهمیدن هم یا که فهمید که حضرت گفت همتری اگر دو سه رفیق دیگه داشته باشه رنگی خودش گفت این یا دنیا را کلید میکنن فهمید که همچه بیستم با یکون کسی دیگه دا تسلیم میکنن بر اومده مدینه رفت ساحل بحر احمر بحر سرخ هم روحای کرمان گذار
کاروانای میدک را که 4-5 آدم داشتن 2-3 تاشک مقصد توراج کرد اووزه شد که همون ابو بصیر هم جو رفت است خدا جون شما است کنم راهزنی کرده و مردم غم میته کاروان قریش هیچ که کردور نمیشه و برای یا همسایه خانه خدا که هستن مجاور خانه خدا حتی همون راهزنای عرب غیرت نمیکردن که با کاروان قریش هجوم کنن ای مسلمان ای پروا داره میدونه که قریشی بدبخت مشرکن میگه ابو جندل هم یک روز خطا خورد ای بند قید کند اومد قطع شریک شید 4-5 کس یک کمند داشتن یک شیکا دیگه یگان کاروان قریش سالم همونجا نمیگذره کار به درجه اومد که قریشی ها خودشون اومدن التماس کردن که یا محمد صلی الله علیه و سلم همین بنده بکار کن همین بند در کار نیست همون را فیرات که التماس هر وقت شکایت میان مسلمان‌ها میگن ما با او چیکار داریم خب قطعی ما نیستن گفتن همون را فیرات که التماس همین بند بکار اینا ببینید همین بند زیلتبار خودش اتوماتیکی ای بین رفته بکار شد او حادثه ای که سبحان الله گفتیم که این صلح حدیبیه عاقبتش با فتح مکه آورد همین است که یک روز بنی کنانه همراه بعضی از قریشی ها با بنی خزاعه که هم پیمان مسلمان ها بودن شب خون میزنن شب اتکا میکنن هم غارت میکنن چند نفر را میکشن رهبری بنی خزاعه نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما گفت یا خیانت کردن در عهد خیانت کردن و پیمان بریدن حضرت امر کرد که اگه سوارشی میریم همین اومدن مکه را فتح کردن این تماما با قصه دیگه این صحبت بسیار طولانی بد است اگر همه یو را بگیم ایو تو بو میبره میره برای همین به همین مقدار اکتفا میکنیم حاجیای محترم که خانه خدا را زیارت کردن میره ببینید واقعا این خانه خدا یک درجه و منزلت بسیار بلندی داره پرده کعبه رو که میبوسند اونه از کرم پیله نامی شد ببینید همین پرده کعبه را قدر مسلمان ها عزت میکنن حتی بعضی منافقای هستن که نه نماز میخونن نه روزه میگیرن نه که اگر همون داشته باشن کو در همین جای از همه افتخاری کشولش میکنن در جای از همه افتخاری هر سال وقتی پرده کعبه را عوض میکنن همون نیم متر میبرن در مهمونای همه عزیزترین امرو هدیه میکنن از همه بالای ای دنیا بالای به خاطر چی برای همون ابریشمش نه ای کرمی پیله بودنش نه با عزیز نشست روز چند لاجرم مثل او گیرانی شد عزتش در او است که چند مدت خانه خدا را پوشانده است یک سال در جوار خانه خدا بود برای همین قدر قیمت دارد همه حاجیان هم که احترام دارند ها حاجی اومد گفته مردم میروند زیارتشو میکنن پیشانیاش نبوسن میکنن به خاطر چی چند مدت در جاهای قدم زده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم همراه اصحاب قدم میزدند در جاهای سجده کرده است که حضرت همراه اصحابش سجده میکردند خانه خدا را زیارت کرده است